دقت بکنین. سلیم زنی است که شوهرش مرده هست و بیوه هست. کسی به نام ابو طلحه از این خواستگاری میکند. ابو طلحه کافر است، سلیم مسلمان است. ابو طلحه نوشته میکند به اون ورقی که برای خواستگاری روان میکند به سلیم، در اون ورق نوشته کرده که من طلا هم دارم، نقره هم دارم، جوانی هم دارم، بیا من از تو مطالبه میکنم با من ازدواج بکن، همه چیز را دارم. اگر از هر زن مطالبه بکنم بدون درنگ کردن با من ازدواج میکند، اما من از تو خوشم میآید، میخواهم با تو ازدواج بکنم. وقت ورق میآید به سلیم ورق را میدهند، سلیم مطالعه میکند، بعد به پشتش مینویسد ای ابو طلحه بله زیبایی داری، از هر زن درخواست ازدواج کنی به همراه تو میکند، پولم داری، نقره و طلا هم داری، اما یک چیز کمبود داری. یک چیز کمبود داری طلحه، اون چیزی که کمبود داری ایمان است. ایمان. اون چیزی که کمبود داره عشق الله است و محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و خدا قسم اگر کل جهان را داشته باشی، اگر زیبایی تو به اندازه آفتاب و مهتاب باشد، تا زمانی که به محمد ایمان نیاوری با تو ازدواج نمی کنم. سبحان الله، با تو ازدواج نمی کنم. من ایمان تو را می خواهم. ایمان، نه پول می خواهم، نه مهر می خواهم، نه صورت و زیبایی می خواهم، ایمان می خواهم. ایمان. کجا از خواهر مسلمانی که امروز به جوان بگوید جوان اون موی تو را که شکل دادی نمی خواهم، اون پتلونی که از آمریکا و لندن پوشیدی نمی خواهم، اون نکتایی قیمت بهایی را که پوشیدی نمی خواهم، اون موتر 2000 چندی که سار شدی نمی خواهم، اخلاق محمد را می خواهم. سبحان الله، اخلاق محمد می خواهم، عشق الله می خواهم، زندگی عمر و ابوبکر و عثمان و علی می خواهم، زندگی بلال می خواهم. این را از تو می خواهم. کجاست این خواهر؟ بنازم به اون خواهره که در چنین شرایط، در قرن 21، در عصری که فساد از همه طرف امواج خود را به طرف مسلمان ها در حرکت در آورده، امروز خواهر از برادر این مطالبه را بکند و یک برادر از خواهر این مطالبه را بکند. سلیم این پیام را داد به ابو طلحه. ابو طلحه گفت غیر از این دیگر چیزی نیست؟ گفت نه. گفت اگر ایمان آوردم با من ازدواج میکنی؟ گفت مهر تو را هم نمیخواهم. سبحان الله. ابو طلحه گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. ایمان آورد. گفت این قدر شهامت و شجاعت و مردانگی و اون درون بزرگی که تو داری، هیچ چیزی از من از امورات دنیا نمیخوای، اما ایمان به الله و رسول را میخوای. این نعمت خیلی عظما است، من این را قبول دارم. بعد با هم ازدواج کردن. الله برشان فرزند نصیب گردانید. اینجا خوب دقت بکنین. اینجا حق شوهر بر بالای زن را به طور درست نمونه اش را میبینیم. فرزند الله نصیبشان گردانید. اون فرزند نامش عبدالله است. مقدار از زمانها گذشت، این تفلک مقدار جان گرفت و بزرگتر شد، مریض شد. بعد از این که مریض شد، مریضیش خیلی شدت گرفت. ابو طلحه در یکی از سفرها حرکت کرد، کار داشت، در جایی در سفر حرکت کرد. وقتی ابو طلحه رفت، سلیم در کنار این فرزند خودش بود که ناگهان مرد به سراغش آمد، اسرائیل به سراغش آمد. این تفلک قبض روح شد و جان داد. عبدالله مرد، از دنیا رفت. شوهر بعد از گذشت زمان برگشت به طرف خانه. همسرش خبر شد سلیم که شوهرش می آید در خانه. پیش از آمدن شوهر خود را آرایش کرد، خود را آماده کرد که الان شوهرم به طرف خانه در حرکت است، به خانه می آید. جسد فرزند را در خانه دیگر بود. سبحان الله. مادر را پیدا می کنی امروز در کره زمین که وقتی فرزندش به پایش خار می خره یا یک تصادم خیلی جزئی می کنه، سر و صدایش فراز آسمان ها را می گیره، 3 روز پشت هم گریه می کنه، فغان می کنه. فرزند خود را، یگانه فرزند خود را از دست داده، اما می داند که الله اجر صابران را بدون حساب در جنت نصیب می گرداند. می داند این زن که من امت محمدم صلی الله علیه و سلم. رسول الله از این امت صبر و شکیبایی طلب کرده، همان قسمی که خود محمد صبور بود، این امت باید صبور باشد. اما طرف دیگر حق شوهر است.